به نام خداوند بخشنده مهربان. گربه‌ای در مه. در دل کوچه‌ای سنگفر شده و خاموش، گربه‌ای خاکستری با چشمانی سبز درخشان هر شب در مه قدم میزد. هیچ کس نمیدانست از کجا آمده یا به کجا می رود. فقط میدانستند که هر شب درست ساعت 9 از کنار فانوس شکسته سر کوچه رد می شود. یک شب پسرکی کنجکاو به نام سامان تصمیم گرفت دنبالش برود. بی صدا پشت سر گربه راه افتاد. مه غلیظتر شد، صداها محو شدند و کوچه ها شکلشان را از دست دادند. گربه ایستاد، برگشت و با نگاهی عمیق به سامان خیره شد. ناگهان مه کنار رفت و دروازه‌ای سنگی با نقش‌های عجیب پدیدار شد. سامان با تردید وارد شد. آنجا شهری بود پر از نور، پرنده‌های سخنگو و درختانی که قصه می‌گفتند. گربه گفت: اینجا دنیای خیال است. فقط کسانی که دلشان هنوز کودک است راه را پیدا می‌کنند. سامان شبها به آن شهر می‌رفت و روزها در دنیای واقعی زندگی می‌کرد، اما هرگز راز آن گربه را برای کسی فاش نکرد، چون می‌دانست بعضی درها فقط با دل باز می‌شوند.